سلام. اگه به دنبال یک سرمایه‌گذاری امن و پربازده هستید، نقره میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. نقره در طول تاریخ به عنوان یک دارایی ارزشمند شناخته شده و در زمانهای بحران اقتصادی مردم از نقره برای حفظ ارزش پول خودشون استفاده میکنن. به علاوه نقره محدود و کمیاب است، بنابراین در طول زمان ارزشش رو حفظ میکنه. همچنین نقره در صنایع مختلف مثل الکترونیک، تجهیزات پزشکی و پنل‌های خورشیدی کاربرد زیادی داره و این باعث افزایش تقاضا برای اون میشه. از طرفی قیمت نقره به دلیل نوسانات بیشتر میتونه فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنه. اگه به فکر تنوع دادن به پورتفوی سرمایه‌گذاریتون هستید، نقره میتونه انتخاب هوشمندانه باشه. موفق باشید.